الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارک الله فیکم و وفقكم الله بكل خير. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 19 از شرح ارکان ششگانه ایمان است که ما در این حلقه هم ان شاء الله سبحانه و تعالی به شما باز در شرح و بیان و توضیح آمنت بالله، رکن اولی ارکان ششگانه ایمان صحبت خواهیم کرد. بله، ایمان آوردن به خودش 6 رکن دارد. ایمان آوردن این ارکان ششگانه، یعنی این تعلق به قول قلب دارد، اعتقاد است، قبول کردن و تصدیق کردن نمودن است و بزرگترین رکن در این 6 رکن آمنت بالله است. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گفتند که اصلا اگر نظر بکنید این 6 رکن متلازم همدیگر هستند، یکیش به دیگرش به وجود نمیآید. مثلا ایمان به الله آوردی لیکن ایمان به ملائکه نآوردی. ایمان نآوردن به ملائکه باز ایمان نآوردن به الله است، زیرا که ایمان نآوردن به خبر الله است. یعنی این 6 چیز خیلی هم به همدیگر پیوست شدید است، اما بزرگترین اونها اولینش آمنت بالله است. اما در اصل اگر نظر بکنید از همین 6 رکن اگر به یکیش کسی ایمان نآورد، به هر یکی از این نباشد، انسان کافر است، مسلمان نیست، اصلی ایمان را ندارد. امروزه صحبت ما چی است؟ شیخ الاسلام در کتاب بیان اصل الایمان رحمه الله نوشتند که انتقام الله عز وجل لمن عاد له ولیا، انتقام نمودن الله عز وجل از کسانی که دشمنی میکنند به دوستان الله سبحانه و تعالی. یعنی هر کسی که به دوستان الله دشمنی بکند، عداوت و بغض به اولیای الله داشته باشد، الله انتقام میگیرد از آن همون انسان. این خیلی موضوع سنگین و سخت است و خیلی خطرناک است به اولیاء الله مبارزه اعتقادی یا که بگیم دشمنی یا که عداوت نمودن به اولیاء الله. اولیاء الله کی است؟ اولیاء گفته کرا میگویند. الله خودش بیان کرد، حجت به سخن من شما نیست، الله خودش بیان کرد. الله گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. یعنی آگاه باشید که اولیاء الله هیچ ترس و حزن ندارند، بخصوص در روز قیامت وقتی که همه میترسند، همه به عذاب و شرمندگی خود، به غمگینی خود مشغول هستند، اولیاء الله نه ترس دارند، نه غمگین هستند، نه هیچ مشکلی ندارند. برای چی؟ اینا کیو هستند؟ اینها میگن الذين آمنوا وكانوا يتقون، آنهایی که آمنو ای وحدو ایمان آوردند، آمنت بالله، آمنت بالله شون واقعی بود، ایمان آوردند، موحد بودند، توحید و کفر بالطاغوت داشتند. کفر بالطاغوت، ایمان بالله. آمنت بالله بدون کفر بالطاغوت به وجود نمیاد.
آمنت بالله گفتی لیکن کفر به طاغوت نداری. 100 مراتب آمنت بالله بگو، 1000 مراتب آمنت بالله بگو، تا زمانی که کفر به طاغوت نورزیدی طاغوت باطل نگفتی، از طاغوت دور نشدی، طاغوت تکفیر نکردی، طاغوت پرستوی عداوت و دشمنی کرده از اونها تکفیر کرده جدا نشدی، آمنت بالله تو در نزد الله قبول نیست. آمنت بالله این فقط یک سخن نیست، آمنت بالله بلکه این عمل است، اعتقاد است و سخن است، هر سه چیز است، هم به زبان و هم به قلب و هم به عمل. پس بداخره اولیاء این موحد است و پرهیزگار است. موحد پرهیزگار، موحد صادق، انمین اولیای الله هست. پس به اولیای الله کسی آمد و دشمنی کرد، عداوت کرد، الله به او دشمنی و بدبینی میکند و الله از او انتقام میگیرد. ما چقدر در طول تاریخ دیدیم که کسانی که به اولیاء الله دشمنی کردند عاقبتشون چی شد؟ شرمندگی، خواری و زاری. این وعده الله است، دور است یا نزدیک. بعضی میبینی که خیلی هم نزدیک، خیلی هم در مدت کم اولیای الله را سخن کرد، عاقبتش خیلی بد شد. الله المستعان، الله المستعان. شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب اصول الایمان، بیان اصول الایمان، حدیثی رو در اینجا ذکر کردن که حدیث صحیح است. امام البخاری محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله تولد شده 194 هجری، وفات کرده 200 بارک الله فیکم 56 هجری، که در یک دهه در نزد سمرقند وفات کردند. صاحب زیاده از 20 کتاب و صاحب کتاب صحیح البخاری، صحیح ترین کتاب بعد از قرآن، و صاحب کتاب خلق افعال العباد الرد على الجهمیه و الرافضه که از 2 مجلد عبارت است و آخرین نوشته کتاب ایشون است. و این کتاب را در سمرقند در خرطنگ گفتنی دهه نوشتند. امام بخاری رحمه الله در صحیح بخاری با رقم 6502 حدیث رو روایت میکند. حدیث رو ببینید. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاري. الله أكبر. از ابو هریره عبدالرحمن بن صخر رضی الله عنه روایت است که گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که همانا که الله گفت. ببینید این حدیث هم وحی است، حدیث هم وحی است لیکن از قرآن جدا است. پیامبر گفتند که الله گفت. این حدیث قدسی است. حدیث قدسی از حدیث غیر قدسی، علما خیلی در بیان این فرق دو حدیث سخنهای زیاد گفتند. بعضی از علما گفتند حدیث قدسی از جانب الله هست اما لفظش از رسول الله هست و این سخن خیلی مشهور است در بین همه امت که گویا حدیث قدسی حدیث از جانب الله لیکن لفظش از رسول الله. این سخن البته که خطا هست. چقدر علما به این سخن رد زدند. برای چی؟ برای که همه حدیث های پیامبر از جانب الله هست. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر از جانب خودشون صحبت نمیکردند مگر اینکه وحی بود از جانب الله. یک. دوما انا نحن نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیهم. ما به تو ذکر رو سنت رو نازل کردیم تا که تو به واسطه سنت چیزی نازل شده بر اونها رو قرآن رو شرح بدی.
الله در اینجا همه سنت رو وحی گفت. پس هم حدیث قدسی و هم حدیث غیر قدسی وحی است. لیکن فرقش در چیست؟ فرقش در این است که حدیث پیامبر وحی است از جانب الله، ولی از زبان خودشون سخن رو یعنی معنیش رو میگویند. اما حدیث قدسی خیلی که قرآن نازل شده، حدیث قدسی هم انا همین خیلی از جانب الله به پیامبر رسانیده شده. انا همین خیلی جبرئیل گویا رسانید، اما از قرآن نیست. اما این قرآن گفته نمیشه. انا گفتن که قرآن نیست، لیکن سخنی الله است سبحانه و تعالی. پیامبر گفتن که الله سبحانه و تعالی گفت. اینجا سخنی الله میاد. الله چی گفت؟ الله گفت هر کسی که دشمنی بکند به دوستی من، به تحقیق آذنته بالحرب، اعلان حرب به او کردم. اعلان حرب، الله به او اعلان حرب میکرد. هر کسی که به موحدین دشمنی میکند، الله به او اعلان حرب میکرد. الله انتقام میگیرد از او، چگونه که شیخ الاسلام میگه. الله انتقام میگیرد از همون انسانی که دشمنی به اولیاء الله دارد، ولی الله دارد. و ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه. یگان بنده به من نزدیکی نمی کند، نزدیکی نمی جوید به چیزی که بهترین باشد بجز نماز. یعنی به عباره بهترین اگر بگویم، بهترین عملی که الله دوست می دارد که به واسطه همین عمل به الله نزدیک بشوی و تقرب بجویی، این فرض، عملهای فرض است. مما افترضت علیه. پس عملهای فرض رو بجا بیاور. دوست داشته ترین عملهایی که تو رو به الله نزدیک میکند و دوست داشته ترین عملهای الله هست انجام داده استودی. و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. بعد از فرض بنده لا یزال ادامه میدهد نزدیکی جستن رو، تقرب به الله رو، با اضافه بر فرض نفل رو، عملهای نفلی رو انجام میدهد تا اینکه الله دوستش میدارد، بنده رو دوست میدارد. کدام وقت؟ فرض ها رو بجا آوردی، بعد از این نفل ها رو هم بجا آوردی، الله تو رو دوست میدارد. و بعد از این الله میگه که من او را دوست میدارم. فاذا احببته، و زمانی که و هرگاهی که من این بنده رو دوست داشتم، کنت سمعه الذی یسمع به، گوش او، شنوایی او میشوم، شنوایی او میشوم که با من میشنود، و بینایی او میشوم که یبصر به، با او میبیند، و دستش میشوم که با همین دستش میگیرد، و قدمش، پایش میشوم که با همین پا راه میرود. اگر مرا سؤال کند و ان سألنی لاعطینه، اگر مرا سؤال کند، اگر یک چیز رو از من طلب کند، حتما به او میدهم. اگر طلبی پناهندگی بکند، حتما او را پناه میدهم. ای الله مرا از فتنه پناه بده، از شیطان پناه بده، از بدی ها پناه بده بگید، حتما پناه میدهم. و هیچ تردد نکردم از چیز من که انجام میدادم، مثل ترددی که در نفس مؤمن، نفس المؤمنی، در نفس مؤمن کردم که مؤمن وفات کردن رو بد میبیند. الله گفته است مؤمن وفات کردن رو بد میبیند. نفس المؤمن یکره الموت، یعنی الله میگه که در هیچ چیزی که انجام میدهم تردد نکردم، مثل که تردد در نفس مؤمن کردم. چگونه؟ مؤمن مرگ رو بد میبیند و من، الله میگه و من
بعد میبینم که به مؤمن یک مساعته بدی رسانم. معنای حدیث همین است که از همه چیزی که الله دوست می‌دارد که شما به الله نزدیک شوید فرض است. فرض را انجام دادید و بر بالای اون نفل را اضافه کردید، به سبب نفل الله شما را دوست می‌دارد. و بعد از این شنوایی، بینایی، دست و پای شما می‌شود. اما معناش این نیست که الله در پای شما در دست شماست. اعوذ بالله من ذلک، این چنین نیست. بلکه الله چشم شما را حفظ می کند از تمام حرام کرده ها. چشم شما نمی بیند بجز حلال کرده های الله را. گوش شما را الله حمایت می کند از تمام چیزهای لغو و لعب و کفر و شرک، و گوش شما نمی شنود بجز حق را و شما را از باطل دور می کند. پای شما می شود به این معنا که الله پای شما، قدم های شما را حفظ می کند و قدم شما بجز راهی که در اون راه رضایت الله هست به دیگر راه نمی رود. هرگز به راه بد و کفر شرک یا به راه خیانت نمی رود. و الله دست شما می شود به این معنا که الله دست های شما را حفظ می کند از گرفتن حرام، از رفتن به حرام، بلکه دست شما همیشه در کار حرام است. معذرت خواهی میکنم، همیشه در کار حلال است. یعنی همیشه دست شما را از حرام باز می‌دارد و همیشه دست شما در حلال است. الله اکبر. همین است درجه اولیاگی. اولیاء الله شدن همین است که فرض ها را به جا بیاور، سنت ها را، نافله ها را به جا بیاور، موحد باش، فرض ها را به جا بیاور، سنت ها را به جا بیاور، سخت در عمل باش. الله شنوایی تو را، بینایی تو را، دستی تو را، پای تو را از عملهای بد، کفر، شرک، حرام باز می دارد. چقدر تو مؤمن باشی که به حرام می روی، تو مؤمن هستی، موحد هستی، اما قدمی تو به حرام می رود، دستت به حرام می رود، گوشت به حرام می رود، چشمت به حرام می رود، پس تو مشکلی در انجام نوافل داری، مشکلی در انجام عبادت حقیقی داری، مشکلی در آمنت بالله وجود دارد. آمنت بالله حقیقی شد، حتما دیگر عملها به وجود میاد. این حدیث از سه چیز صحبت میکند. اولا حدیث به شما میفهماند که الله میگه که هر کسی که دشمنی به اولیاء الله کرد، من به او میجنگم، من از او انتقام میگیرم. یکم قسم، دشمنان موحدین همیشه در حالت غضب الله هستند. دشمنان موحدین به غضب الله گرفتار شدگانند. موحدین اولیای الله هستند. این قسم اول حدیث. قسم دوم حدیث به شما کی بودن اولیا را میفهماند. اولیا این موحدینند، مؤمنینند، یکتا پرستانند که فرضها را به جا می آورند و نافله ها را به جا می آورند و الله آنها را دوست داشته. چشمهای اونها، گوشهای شنوایی اونها، بینایی اونها، دستها و پایهای اونها را الله حفظ میکند از تمام بدی ها. اولین بدی کفر و شرک و ضلالت و خیانت و غیره، زنا و دروغ و غیره، اینها صادقینند از همه جانب. سومین مرحله این حدیث در مسئله تردد می رود که الله در اینجا گفته است که و ما ترددت عن شیء، هرگز یا تردد نکردم از چیزی که انا فاعله، من انجام دهندش هستم. هر چیزی که من انجام دادم در بالایش من تردد نکردم. الله میگه ترددی عن نفس المؤمن، به مانند تردد کردن به نفس المؤمن، یعنی فقط در یک جا اینجا تردد ذکر شد، در بالای المؤمن الله تردد کرد. چگونه؟ وقتی مرگ وقتی که می آید، یکره الموت، مؤمن یعنی هر یک آدم موت بد میبیند، نه فقط مؤمن، همه موت بد میبیند. از موت، از مرگ همه میترسد. همین ترسیدن سبب میشه که کم کم میترسید و بد میبینید. مرگ
یک چیزی بد دیده شده است. خیلی که الله در قرآن میگه کتب علیکم القتال و هو کره لکم. قتال، جنگ و مرگ این چیزهایی که فطرت انسان بد میبیند. الله میگه تردد در نفس مؤمن کردن که میگه مؤمن بد میبیند مرگ رو یک، و الله میگه که و من بد میبینم که مساعته اساءت، یعنی به مؤمن یگون بدی رسد. در همینجا تردد و ولی مرگ حتمی است. بارک الله فیکم. از این حدیث ما میفهمیم که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد و این حدیث اثبات کننده صفت محبت است و در اینجا در مسئله تردد صحبت می‌رود. بعد از صفت محبت تردد، در مسئله تردد آیا الله سبحانه و تعالی صفت تردد دارد یا ندارد؟ در مسئله تدرد بگویم تردد اولا در کلمه تاجیکی تردد کردن وجود دارد. کلمه تاجیکی از تردد یعنی یک بعضی ها به معنای مضمومش احتمال تردد کردن. در بین دو عمل تردد میکنید، در قبول دو عمل تردد میکنید. و در اینجا تردد اضافه به الله شده آمده است. خیلی که الله میگه النفس المؤمن یکره الموت، یعنی و ما ترددت عن شیء انا فاعله ترددی. دو مرتبه کلمه تردد به الله اضافه شده است. آیا تردد از صفت الله است یا نیست؟ آیا ما میتونیم که بگیم که تردد هم یک از صفت الله سبحانه و تعالی؟ در انا همین مسئله که تردد آیا از صفت الله است یا نیست دو قول وجود دارد. مذهب اهل سنت علما به دو قسم جدا شدند. قسم از علما گفتن تردد مذموم است. از همین جهت یعنی بد است. تردد یک چیزی که در اساس جهل به وجود میاد، یعنی یک چیز رو گویا که تو نمیدانستی و تردد کردی از سبب جهل. پس این تردد میگن در حق الله کفر است، زیرا که الله عالم است. علم الله به همه چیز وسیع کرسی و سماوات و علم الله وسیع است. علم الله وسیع است. البته وقتی که وردم خواستم که یک دیگر آیت رو بخونم که دیگر آیت اومد. البته علم الله وسیع است. عالم الغیب و شهادت است. عالم غیب و شهادت است. پس و عنده مفاتیح الغیب، یعنی همه علم در نزد الله است. یگان چیزی نیست مگرم در نزدش در کتاب لوح المحفوظ نوشته شده است. پس اگر بگوییم که الله تردد میکند، این اگر به معنای تردد مذموم، ترددی که از جهل به وجود میاد، احتمالیت و غیره، این کفر است. در حق الله این درست نیست گفت. قسم دیگری علما گفتند که بلکه تردد در این حدیث ثابت شد، الله این را به خودش اثبات کرد و تردد در اینجا به معنای ترددی که از جهل به وجود می آید نیست. تردد بلکه گفتند تردد به دو تقسیم می شود. علمایی که تردد را اثبات کردن گفتند تردد تقسیم می شود به دو تقسیم، به دو نمود: تردد محمود و مذموم، یعنی ترددی که خوب است و ترددی که بد است. اما وقتی که به حدیث نظر میکنیم در اینجا مطلقاً که الله تردد اضافه کرد، از همین جهت اختلاف به وجود آمد. لیکن به الله تردد مذموم رو، تردد بدی که از جهل به وجود میاد، تردد گفتند از احتمال و از جهل به وجود میاد، گفتند یا از سبب قدرت نداشتن، تردد از سبب جهل به وجود میاد، یا از سبب نبودن قدرت به وجود میاد، یا از سبب نبودن قوت برای انجام دادن چیزی میاد. به مانند همین چیزها تردد از همین چیزها به وجود آمدنش ممکن است. این نمود تردد را به الله نسبت دادن کفر است و شرک است و کفر اکبر است. سبحان الله، کفر است برای اینکه سبحان الله علم الله را
در اینجا اینکار کرده می شود قدرت رو. و شرک است برای آن که اعوذ بالله گویا که صفت مخلوق رو به الله داده می شود، یعنی تشبیه بین الخالق و المخلوق می شود در صفت. از همین جهت درست نیست که تردد به این معنا رو داده شود. اما ترددی که از قول دوم، علمای قسم دوم، قول دومی که گفتن تردد این در حق الله سبحانه و تعالی ثابت است، حق است. حقیقت تردد معنایش پیدا شده از جهل نیست، بلکه تردد از جهل، از نبودن قدرت، از نتوانستن انجام دادن کار، از نبودن قوت قدرت نیست. تردد همیشه پیداش است از این نیست. گفتن ترددی که در حق الله ثابت است، از صفت الله است و حق است. و این حدیثی که امام بخاری روایت کردند در اینجا آشکار و واضح الله و ما ترددت، ترددی گفته دو مراتبه به خودش اضافه کرد. این تردد به معنای کدام تردد است؟ تردد در بین دو اراده هست، در بین دو امر الله هست که کدامش به بالای بنده اصل هست. و خودی این حدیث که الله سبحانه و تعالی سخنش در بالای حدیث است، ببینید خودی الله گفت که تردد کردن بر بالای نفس مؤمن، نفس مؤمن گرفته شود یا بمیرد. گرفته شود، گرفته شود یعنی بمیرد یا زنده بیست. چقدر تردد در اینجا به وجود میاد؟ الله در بالای نفس مؤمن، در نفس همه بنده نه، فقط در بالای نفس مؤمن، جان مؤمن. نفس مؤمن تردد در حالت مرگ. مؤمن در حالت نزدیک شدن مرگش الله تردد میکند که همین بنده، یعنی الله نمیخواهد که، ببینید الله چقدر مهربان است، الله چقدر موحد و مسلمان و مؤمن را دوست می‌دارد. الله نمیخواهد که بنده مؤمن عذاب کشد. الله نمیخواهد که یک چیزی بد دیده مؤمن به سرش آید. و این معلوم است که فطرتا همه انسان ها مرگ رو بد می‌بینند، مؤمن هم بد می‌بیند. به سر مؤمن وقتی که مرگ می آید، الله نمی خواهد که بدی به بالای مؤمن رسد. اساءته و انا اکره اساءته میگه. الله میگه که و من بد میبینم که به بنده هم اساءت، یک ضرر، یک بدی، یک سختی رسد. مرگ این یک سخت است. الله بد میبیند که به بالای سر مؤمن یک سختی رسد. اما الله در تقدیر نوشته است که کونن هر یک انسان حتما میمیرد، علاج گریز نیست. در ان همین حالت یک مرتبه الله یعنی دوست دارد که بنده عذاب نکشد، یعنی مرگ رو، چشیدن مرگ رو، عذاب مرگ رو نبیند. الله انا همین دوست دارد که بنده چشیدن مرگ رو نبیند. اما از جانب دیگر الله باز خودش قانون گذاشته است که بنده دیگر علاجی دیگری ندارد. در ان همین یه تردد به وجود میاد. فهمید تردد؟ یعنی الله خودش میگه که بنده دیگر علاجی ندارد، اما باز الله به ان همون سختی مرگی که در بالای مؤمن است به همون چی میشود؟ در ان همینجا تردد میکنه، یعنی همین سختی رو هم نمیخواد میگه. این مسئله حل و فصلش در باب چی است؟ در باب تقدیر است. حل و فصل مسئله خیلی هم واضح در باب تقدیر است، در باب تردد الله. یعنی میگه که صفت ترددی که در صحیح امام بخاری ثابت شد این چنین معنا دارد که کونی و شرعی، اراده کونی الله و اراده شرعی الله. الله شرعاً میخواهد که بنده مرگ رو نچشد، یعنی به این معنا که عذاب و سختی که مرگ مسلمان بد میبیند، نه فقط مسلمان، همه بنده بد میبیند، لیکن صحبت ما خاص در بالای مسلمان رفته است که الله دوست دارد که مسلمان هرگز یک چیزی سختی و زمینه رو نبیند. اما کونن در اراده کونی این مجبور است که همه بمیرد. اگر فرق هر دو این رو فهمیم، انا همچین است. این به مانند چی است؟ به مانند این که الله خوک رو بد میبیند،
خوک نجاست است، خوردن خوک حرام است، اما کونن خوک رو خلق کرد یا نکرد؟ بله خلق کرد. از نظر کونی، حکم کونی، تقدیری کونی. اما از نظر تقدیر شرعی اگرچه خلق باشد هم دور باشیم. این به مانند همین است که الله شرعا نمیخواد که به بنده اطاعت کنه، به بنده یک موحد و مسلمان سختی رسد، اما شرعا خواهی نخواهی باید وفات بکنی. در همین حالت تردد گفتن همین چیز گفته شد. اما ترددی که از جهل باشد، از نبودن قوت باشد، از ضعف باشد، اعوذ بالله، این در حق الله کفر است، یا از نبودن علم باشد و غیره، و این درست نیست. اما سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله پرسیده شدن از معنای همین حدیثی که در صحیح بخاری است، از معنای تردد، آیا به الله صفت تردد داده میتوانیم؟ ابن تیمیه رحمه الله گفتند که قد رد هذا الكلام طائفه. گفتند که یک طائفه این سخن الله را رد کردند، در همین حدیث اومده سخن الله را رد کردند. و قالوا ان الله لا یوصف بالتردد، و گفتند که الله وصف کرده، صفت داده نمی شود با تردد، یعنی تردد رو صفت الله گفته نمی شود. و انما یتردد من لا یعلم عواقب الامور، و گفتند که به درستی که گفتند تردد میکند کسی که نمیداند عاقبت کارها را، عاقبت کار نمیداند تردد میکنه. دو راه هست، مثلا به کدام راه رفتن نمیدونه که کدامش خوب است، با اینش روم، عاقبت راه نمیدونه، تردد کردید. یعنی گفتند کسانی که تردد رو از الله انکار کردن، گفتند تردد کسی میکند که عاقبت کار نمیداند، لیکن والله اعلم بالعواقب، الله ذاتی است که همه عاقبت ها را میداند، پس در حق الله تردد درست نیست. گفتند و شیخ الاسلام تیمیه بعد از نقل این گفتند که وربما قال بعضهم ان الله يعامل معامله المتردد، الله معامله میکنه معامله متردد. گفتن و تحقیق، شیخ الاسلام گفتن و تحقیق، اما تحقیق در این مسئله چی است؟ تحقیقی که کرده شد بعد از نظر کردن به علم و به فهم و به منهج، شیخ الاسلام تیمیه گفتن که ان کلام رسوله صلی الله علیه وسلم حق، به درستی که سخن رسول الله حق است. این حدیثی که پیامبر گفتند از نام الله حق است گفتند. وليس احد اعلم بالله من رسوله، و هیچ کسی داناتر در حق الله از رسول الله نیست. هیچ کسی الله را از رسول الله زیادتر و خوبتر نمیشناسد. داننده ترین انسان در این عالم، شناسنده ترین انسان از این در این عالم الله را، ترسنده ترین انسان از الله این پیامبر هستند. پیامبر بودن که از همه زیاد میشناسند. پیامبر وقتی که اثبات کردن این صفت رو با الله، هیچ کسی حق ندارد. ولا انصح للامه منه، از پیامبر دیده نصیحت کننده خیرخواه به این امت دیگر کسی نیست. نصیحت کننده خیر خواهنده بالاترین مرتبه پیامبر بودن برای این امت. ولا افصح ولا احسن بیان منه، و آشکار و واضح کننده، بیان کننده، بلوغت آشکار و واضح و فصیح بیان کننده و زیبا و کامل و احسن بیان کننده از پیامبر دیده هیچ کسی نیست. پیامبر بودند که فصیح ترین، آشکارترین، زیباترین بیان رو میکردند. فاذا كان كذلك كان المتحدلق والمنكر عليه من اضل الناس واجهلهم واسوأهم ادبا. پس اگر این چنین باشد که پیامبر خیرخواه ترین، نصیحت کننده ترین به این امت باشند، فصیح ترین و بهترین بیان کننده باشند، از الله ترسنده ترین انسان باشند، شناسنده ترین انسان الله را باشند، هر کسی که این سخن رسول الله را انکار میکند، پس این حق را انکار کرده، از گمراه ترین انسان ها و از جاهل ترین و از بدترین ادب، کسی که بدترین ادب رو دارد انسان است. ببینید به آداب و به آداب رو انا همینجا شما شناسید. امروز وقتی که ما سخن حق رو میگوییم،
منهج اهل سنت و الجماعت رو بیان میکنیم، قرآن و سنت رو بیان میکنیم، اهل بدعت به ما هجوم میکنن که شما بی‌ادبی کردید، گمراه گفتید، این گفتید و انکار کردید، اشعری گفتید، ماتریدی گفتید. میگن حالا ببینید خودشون ده ها، صد، ده ها، بگیم ده ها صفات الله انکار میکنند، صدها حدیث پیامبر انکار میکنند، خودشون باز با ادب میگن. حالا که این چنین انسان ها گمراه ترین مردم هستند، جاهل ترین مردم هستند، بی ادب ترین مردم هستند که ادبشون اصلا بد است. بل یجب تعذیبه و تعزیره، بلکه واجب است به مسلمان ها که هر کسی که این حدیث انکار میکرد همین معنای ادب داده شد. هر کسی که به پیامبر انکار میکرد ادب داده شد، ادبش باید داده شد. و تعزیره، تعزیر یعنی باز از همین منطقه بیرون کرده یا که سختگیری کرده در همین بالای این میشد. و یجب ان یصان و یجب ان یصان کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم، و فرض است یعنی و واجب است که حمایت کرده شود سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم. نظر کنید به مجموع الفتاوی مجله 8 صفحه 129 و در مجموعه الفتاوی مجله 10 صفحه 58 میگن که فبين انه يتردد لان التردد تعارض ارادتين وهو يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه. ببینید چگونه ابن تیمیه رحمه الله زیبا بیان کردند. فبين انه يتردد، ابن تیمیه گفتند که و بیان کرد رسول الله و خود الله بیان کرد که الله تردد میکند، یتردد. و تردد چی سخن است؟ تردد ضدیت، تعارض کردنی، ضدیت کردنی دو اراده است. تعارض یعنی روبرو شدن، ضدیت کردنی دو اراده هست، دو خواهش است، اراده. چگونه؟ و هو یحب ما یحب عبده و یکره ما یکرهه. و هو یعنی الله دوست می‌دارد آن چیزی که بنده‌اش دوست می‌دارد و بد می‌بیند آن چیزی که بنده‌اش بد می‌بیند. بنده مثلا سلامتی رو دوست می‌دارد، الله هم دوست می‌دارد که بنده سلامتیش خوب باشد. بنده مثلا مرگ بد می‌بیند، الله هم بد می‌بیند که بنده اش به این عذاب نرسد. و هو یکره الموت فهو یکرهه، بنده موت رو، مرگ رو بد می‌بیند، پس الله هم مرگ رو بد می‌بیند. کما قال و انا اکره مساءته، چگونه که الله گفت و من بد می‌بینم مساءته یعنی به او سخت رسی رو، مساءتون یعنی ضرر، سخت رسی رو. و هو قد قضى بالموت، قد قضى بالموت، در حالتی که خودی الله مرگ رو به سری بنده ها نوشته است. فهو یرید ان یموت، پس الله میخواهد که بنده بمیرد. فسمى ذلك ترددا، و همین رو الله تردد نامگذاری کرد و تردد گذاشت. فسمى نامگذاری کرد انا همین موضوع رو تردد. ثم بین انه لا بد من وقوع ذلك، و بعد از این بیان کرد که ضرور است و لازم است که حتما مرگ باید به وقوع بیاید. پس الله هم یعنی مرگ رو بد میبیند. مردن مؤمن رو، وفات کردن مؤمن رو که درد دارد، رنج دارد، بنده های موحد به خصوص انبیا، خلیل الله محمد صلی الله علیه وسلم وفات کردند. پیامبر هم گفتند ان للموت سکرات، مرگ به خودش سکرات دارد، وزنینی ها دارد. مرگ وزنین است. بنده مؤمن و موحد که بد میبیند، الله هم مرگ رو بد میبیند. اما الله همین مرگ را به سر هر یک انسان قضاوت کرده، حتما همه میمیرد، خواهیم نخواهیم. پس الله میخواهد که مردم بمیرند. از یک جانب اگر نظر کنید الله مرگ را بد میبیند، از جانب دیگر الله خواست که مرگ باشد. بدون مرگ علاجی نیست. پس انا همین واقعه را تردد گفت. خواستنی یعنی بد دیدن مرگ را به خاطر اینکه موحد مرگ را بد میبیند. اما باز قضاوت کردن مرگ را دو چیز، از یک جهت مرگ را نخواست اما از جهت دیگر مرگ را امر کرد. الله اکبر. پس
با همین به شما این مسئله بیان شد که این یعنی از نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه نظر کنید قول راجح چیست؟ تردد را به همین معنا اثبات کردن در حق الله سبحانه و تعالی جایز است. نه به معنای تردد از به این معنا که عاقب امر دانسته نمی شود، از نبودن علم، از نبودن قوت، از نبودن قدرت، از جهل و غیره. این کفر است در حق الله سبحانه و تعالی. پس با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و این حلقه 19 هم است و در حلقه 20 یک چند صفت ها رو مختصر میگیریم، صفت های الله رو، و با آن در 20 حلقه آمنت بالله را به پایان میرسونیم و شاید در 21 حلقه به آمنت بالله و ملائکته، آمنت بملائکته را شروع بکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.